یا دپارتمان پریودونتولوژی. داخل رو میبینید چقدر زیبا طراحی کردن با میوه انار و بسیار زیبا. رنگولی اینجا دپارتمان پریو. اینم هد دپارتمان هست، یعنی ما بهش میگیم HOD. بسیار زیبا درست کردن با درختای موز و همه لباسای شیک آماده. این برم بسیار زیباست. حالا جلوش دپارتمان جراحی، جایی که دندونا کشیده میشه. این برگ موز اینا گذاشتن کسی نره داخل، ولی خب زیبا درست کردن. اونجا زدن یه بلکامی زدن و اونجا مشغولن. همه جا نگاه بکن، دارن عکس میگیرن. ما عید نوروز قدیما همینجوری بوده. اینجا نگاه کنید، اینجا دپارتمان جراحیه. واو، این خیلی خوشگله. ویدیو این ورم با برگ‌های زیبایی دارن، نمیدونم چیکار دارن میکنن، اینو نمیدونم. دارن اینو میبافن قدیمی چیزه، میبافنش قدیمی که برای دور درها به کار میبرن اینجوری. ولی 22 بهمن نیستن. خیلی زیبا درستش کردن. yes. اینم یه رنگولی دیگه اینجا قراره بسازن. اینم طرح کامل شدنشه که میبینید بسیار زیباست. اون برم هست، همه دارن عکس میگیرن. جالبه، نگاه، یک حالت مسابقه شده برای همه دپارتمان ها، هر کدوم خوشگل‌تر باشه. از طرف رئیس دانشگاه یک ایدی خوب دریافت میکنن. این خیلی زیباست. ولی خب اینم منم کمکشون کردم یک کمی و این رنگا رو پاچوندیم. با حال مردم به این خیلی شادی میاره. حتی کمک کردن توی این کارا چیز باحالیه به نظرم. همه تو صفن برای پوجا کردن. من بیام اینجا، من جلو ما درست کردیم. اینجا همه تو صفن که ساعت بشه 11، ساعت که 10 دقیقه مونده. خب بعد که 11 میشه یکی میرن و جلو ادای احترام میکنن. خب بعد پوجا میشن، یعنی پاک و مطهر میشن به قول خودمون. و دیگه مراسم شروع میکنن به خوردن شیرینی و غذا و اینجور چیزا. باحاله. اکثر استادامون لباسای شیک ساری پوشیدن، رنگ‌های بنفش و آبی که رنگ‌های شادی هستن. بود روشن میکنم. در 20 عود با هم دیگه. و الان اون اودا رو به صورت دورانی میچرخونه. و بعد از این مراسم شروع میشه به پوجا.
داره خاموش میکنه و زنگو میزنه. چند تا از موزها رو برمی داره، پوستشون میگیره و داخل اون سینی پایین قرار میده. چند تا از برگای بیتل که اشتباه نکنم. اون میوه قرمز رو دیدیم، داخلش از این رنگا ریختیم، رنگ قرمز، و اینو میکوبونن زمین و باید از وسط دو نصف بشه و از اون به بعد دیگه مراسم شروع میشه. واقعا شبیه حس عید نوروزه، یعنی بوی خوبی میاد، بوی عود میاد و همه عطر زمین، یه بوی خیلی خوبی اینجا برقراره. نارگیلا رو به دو نصف تقسیم کرد و گذاشت کنار اون میوه ها. نگاه کنید، پوست میوه هم تقریبا بازش کرد. الان دوباره اون رو میذاره کنار خودشون و میچرخونه. اینجا رو روشن میکنه. دوباره زنگ. خب تمام شد به این صورت. الان اینه مکوبانه زمین. الان میکوبانه زمین. خاموش شد. نگاه. 1 2 3. الان دیگه بزن. 3 بار میبرش بالا پایین. این برم باید هی کار انجام بده. دقیقا همون کار. خب این یه نوع کدوه. اینجا داره همه دپارتمان ها. این سی بی سی تیه. اینجا اینا شروع کردن به شینی خوردن. اون شینی ها بود که ناخدای گذاشتن دیگه. از این به بعد آزاد بخوری ازش. وانی میشه. لا یا وانی میشه. اینا همه استفای پروستون. ببرم موبایل یه دانه لیمو اونجا میشکنه، یه دانه اونجا. اون قراره ببره بالا، بندازه زمین، بترکه. حالا میکوبانه زمین.
این به این نماده که شیطانه اینجا دور بشن. این پرتاب کردن این میوه هست. آره بکوب علی. اوه 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 اوه. ببین داخلش قرمز، از اون رنگا ریختیم توش. مراسم شاهدی هستی چه این شادن. اوه. غذای نظری که خوردیم برنج. Yes. This one sweet from Nietzsche. کلگده. And this one این چیزه جامونه، گلاب جامون دیدین، ولی این خشکه، درای جامون بهش میگن چون که داخل سایروپ نیستش. اینم باجیه، داخلش میرچیه، همون یه نوع فلفله که سرخ میکنن، خیلی خوشمزه. این یه نوع شیرینیه. اینجا همیشه دسر رو بعد غذا دارن. این برنج ببینید چیه مختلفی توش هست. شما گل کلم رو میبینید اینجا، وجه غذا گیاهیه. اینم یه نوع شیرینیه و اینا. این غذاییه که اینجا سرو میشه برای اکثر نظری ها و اونجا تو صفن که غذاشون رو بگیرن. همه همینجا. بعد این پول این غذا از طرف خود استادا، کلا این هزینه هایی که شده اکثر فقط همین استادا هزینه کردن. و آره اینجا همه استادامون اومدن برای مراسم اصلی که جلوی در رئیس دانشگاه برگزار میشه ادای احترام بکنن و پوجا بشن، پاک بشن به قول خودشون. و ببینید چقدر شلوغه. اینا همه استادن ها، همه استادن و همه استاد دانشگاه. از اون پیرمردی که نفر دوم رئیس دانشگاه است، نفر اول معاون رئیس دانشگاه است. ببینید چه صفیه. ایشون نقش آخوند تو ایران دارن. خب توی معابد کاهنای معبد هستن و کلا برای همه چی اینا باید بیان. کلی یه کمی پول میگیرن و این دعا رو میخونن. رئیس دانشگاه و معاون رئیس دانشگاه. داره میگه که راجا راجیشواری دنتال کالج رو از مشکلات رها بده و نمیدونم کلا داره دعای خیر برای این دانشگاه ما میکنه. اون برنج و گله که میندازن روی خدا. मायन्ये महाभोम मूर्तिके वाकनाय महाभोम विट्टाय महाभोम दिट्टाय महाभोम परसुनाग्ने महाभोम आयमना लक्ष्म्याय नमः प्रदाना ध्यानात्मने सरस्वती देवना ध्यानात्मने वेणोवेद ध्यानात्मने सर्वोषदत्मने वाम नैवेद्यादानत्मने कर्णे फलम्देव्यानंदने नारी केरस्तेव्योदानत्मने अध्यात्मने वाम प्राणाय स्वहे अपनाय स्वहे उदनाय स्वहे समनाय स्वहे ब्राह्मण स्वहे नैवेद्यस्थापयामि ध्यानंदने विदा पूजस्तंदने नैवेद्यान भवतो योपां मुत्पन्नदां मुत्पवान् प्रजावान् दशमान् भवति वर्धमावाम् अवाम् मुत्पन्नदां प्रजावान् दशमान् भवति एवं वेद योपामायं वेद आयुतरवान् भवति यज्ञमेजेते पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्यं मोदारं रत्नदादानं ऋषयतोऽव्यस्ता वायुवत्सु वायुवत्सु देववत्सविधा प्राप्यतो श्रेष्ठतमाय कर्मण्यज्ञाय वेदये गणवेदादये निगोदादस्य परिविधे तन्नो देवी विद्यापापमति वेदये संयोरविस् برنجو پخش میکنن برنجوی دیگهشون دادن، برنجوی خشک رو پخش میکنن. همه استاد معصر سیرون نیستنش ببین چقدر جوون هم بیشتر شد. دقت کنید
बाकी यार डब्बी तो अल्ले समझ Eight K. Yes. دوستان مراسم اگه تمام شد آخر سرم بهمان یه باکس شیرینیجات و تنقلات و آجیل دادن. دوست ما بازش کرد نشانم بدم وان سکند. این شیرینیگشه اینم اوه باحاله. اینم باکس اگشه. این دیگه رفتیم تا دوشنبه اینجا باید تمیز بمانه تا روز دوشنبه ما مریض میبینیم. این بود ولاگ امروزم از جشن دساره. امیدوارم که دوست داشته باشین. حتما این چنل سابسکرایب بکنین، با دوستان به اشتراک بذارین. کدی سورپرایز براتون دارم. عشق من اینان. مراقب خودتان باشین. بدرود تا ویدیو دیگه.